ارسلان وارد سخت‌ترین چالشی زندگی شده. 75 روز که فقط اراده و تلاش حرف اول رو میزنن. آماده ببینید چی میشه؟ ببین، من رو موقع‌هایی که رژیمم و میخوام برم باشگاه، خب همیشه میدونی اولین چیز من صبح قهوه است، ولی دومیش من یه اوتمیل میخورم. اوتمیلمو صدها بار دیدین. این اوتمیلیه که درست میکنم جوی پرک، دارچین، چیا سید، حالا فارسیش دانه چیا، پودر نارگیل و همین با شیر اینو میکس میکنم و میخورم. خب چرا اینو میخورم؟ چون وقتی که مثل الان رژیمم صبحها به شدت گشنم میشه، یعنی خیلی گشنه میشم و نیاز دارم چیزی بره تو معدم. و دو، کسایی که تمرین سنگین میکنین به شدت منبع انرژی خفنی موقعی که میخواین تمرین کنین، یعنی اصلا بمب موقعی که تمرین میکنین واقعا کم نمیارین اگه اینو بزنین. و سه، یادم رفت اینو بگم، الان ساعت 7 صبح، بزنم چه تاریخی هستیم، 26 جولای، یه چیزایی تو مرداد باید باشیم شما به فارسیش. من برام صبحانه‌مو بزنم بریم باشگاه. من یه تمرین به شدت ترتمیزی زدم واسه تون، حرکاتو میذارم که حالا یه نفر دیگه داره میزنه هستش. 25 دقیقه امرپ، هر یه دقیقه 5 تا دویل پرس، 10 تا اسکات، 15 تا پوشاپ، 20 تا ریورس لانج و 25 تا اسمش شنای باترفلای اصطلاحاً بهش میگن. خیلی تمرین میزونه باحالی بود. من که خیلی حال کردم، نفسم هم گرفت. یعنی در واقع میشه 5 راند، اون 5 راند 5 دقیقه یه جورایی میشه. خیلی باحال و میزون بزنش چون خیلی همه چی پرفکت. خب من رسیدم خونه، تخم مرغمو گذاشتم، ولی تخم مرغمو نیمرو کردم چون جدیداً به یه مشکلی من برمیخورم. حالا اگه تو راه حلی واسش بلدی به من بگو. من همیشه تخم مرغ آبپز میکردم، ولی جدیداً که تخم مرغ آبپز میکنم اصلا دیگه نمیتونم پوست بکنمش، اصلا نمیدونم میچسبه، یه کثافت کاری میشه. نصف تخم مرغ باید بریزم بیرون، برای همین دیگه چیز نمیکنم، آبپز نمیکنم، نیمرو میکنم، یکم بعد دیگه روغن زیتون بزنم بر جهت. و این میشه تمرین چیه؟ این میشه وعده بعد تمرینم که میخورم 4 تا تخم مرغ، البته یه شیک پروتئینم زدم. تا الان 2 لیتر آب خوردم و خوب جلویم. یه کتاب خوندن مونده، 2 لیتر آب دیگه مونده. ببین چی کرده، کدبانو باشه دارم. ما بهش میگیم پلوگولی، خیلی هاش میگن استانبولی. ای وای دود گرفت، یعنی بخار گرفته داشت، بخار گرفت. و دارم استانبولی با گوشت میذارم. یکی از غذاهای به شدت ایزیه که من عاشقشم، یعنی دیوونه‌شم. جزو غذاهایی که بعد قورمه سبزی میتونم بگم شاید پلوگولی یا همون اسم دومش یادم، استانبولی رو خیلی دوست دارم، ولی باید گوشت داشته باشه. خیلی‌ها بدون گوشت میخورن، من بدون گوشت دوست ندارم، من با گوشت میخورم. بچه‌های اوجی کانال میدونن که این آقا کیه. باهاش امروز اومدیم پیاده روی، یار کمکی اکتیو رست امروز من خانوماه، اومدم یکم باهاش راه برم و اکتیو رستمون رو داشته باشیم. اون نکته‌ای که زور میخواستم بگم اینه، نمیدونم تو هم وقتی که رژیم میگیری مثل من مثلا شدم موقعی که رژیم نیستم و ورزش نمی‌کنم، صبح‌ها بیدار شدن واسم خیلی کار سختی میشه. یعنی اصلا حال ندارم از توی تخت بیام بیرون، تا ساعت 8-9 میگیرم میخوابم. به اصطلاح جوانانش خیلی لشم، ولی همین که یکم رژیممو شروع میکنم، ورزشمو میکنم، پیاده رویم اینا رو میام، از اون لش بودنه در میام و خوابم هم خیلی کمتر میشه. خیلی این موضوع باحاله. نمیدونم حالا تو هم مثل منی یا نه، ولی اگه هستی تو کامنت ها واسم بنویس که ببینم این مشکل فقط برای منه یا همه اینجوریان. دیگه امروز من همه کارامو کردم، 4 لیتر آبم هم خوردم. الان راه رفتنمونم اگه باد نبرتمون با قناعات تموم میشه، بریم که 10 صفحه کتابو بخونیم که این یکم واقعا کار سختیه. الان که داشتم اینجا رو بالا پای میرفتم، یه داستان دیگه ای هم هست.
این شادابیه به غذا خوردن هم برمیگرده فکر کنم، چون غذاهای سالم و سلامت میخوری و اکثرا حالا گوشتیجات و کربوهیدرات کمتر، خود کربوهیدرات لعنتی آدمو لش و شل میکنه یکم. فکر کنم اینم هست، ولی شاید هم برای رژیمه. ولی من خیلی شده که رژیممو کنترل کردم ولی ورزشی کمتر مثلا میکنم دوباره کرخت میشم و بالعکس، یعنی جفتش انگار مکمل هم دیگه است که باعث بشه تو یه روز فرش و خفنی داشته باشی. کتاب خوندن به شدت کار سختیه و خوابم میگیره و دوست و مهمانمون هم اومد بالا که فضولی کنه این خوردنی نی. خلاصه خیلی کار سختیه، خوابم میگیره. حالا این 10 صفحه رو خوندم، امیدوارم که چش و چالم عادت کنم. همه جام گرفت، کمرم گرفت، چشم خسته شد، خوابم گرفت. سخته. خلاصه دم اونایی که کتاب میخونن واقعا گرم، برای من خیلی سخته. صبح روز سوم. من اومدم بدوم که ایزیرانه، خیلی باحال دارم، ملو دارم میدوم و جایی در دویدن به عرفانیت میرسی و میفهمی که داری دونده میشی. من این حس رو قدیم که برای ماراتون میدویدم داشتم، اینکه دیگه هدفون نمیذاری و دوست داری صدای اطرافتو بشنوی، تمرکز کنی صدای اطرافت. آقا منظورمون از ایزیران اینه ها که اینو بکشی این بچسبه. ایزیران موقع ایزی نیست، بعد هوا انقدر گرمه این کفشای من کفش داغ میکنه با اینکه این همه فوم داره، داغ و پشماتو میریزه. ده صفحه تموم شد، ولی این 10 صفحه به اندازه 10 سال هر دفعه برای من میگذره. نمیدونم چرا ولی خیلی طول میکشه، خسته میشم. البته چراشو میدونم، چراش این لعنتیه، این لعنتی خانمانسوز گوشی، ازش کم استفاده کنین، کم بریم تو اینستا. این تمام تمرکز ماها رو گرفته. واقعا اینو میگم، من خودم معتادم به گوشی، هممون همینیم. یعنی کسی بگه من معتاد نیستم تو این دور زمونه، واقعا فقط باید بهش بخندی بگی یارو دیوونه است، چون از مسن‌ترین افراد تا جوان‌ترین افراد پای این لعنتی هستن و خواهندم بود. خب آقا من اومدم شب پیاده رویمو بکنم و اومدم یه نکته‌ای رو در کل بهتون بگم. ببین ورزش کردن، هر ورزشی، حتی شطرنج بازی کردن هم سختی‌های خودشو داره و تو یه جاهایی نیاز داری که به خودت یه انگیزه بدی و این انگیزه همیشه نباید یه چیز خیلی عجیب غریب و مثلا گرونی باشه. به عنوان مثال میگم تو ممکنه یه جایی از دویدن خسته میشی، از باشگاه رفتن خسته میشی، ولی انگیزت با یه شاید جوراب عوض کردن، یه جوراب جدید خریدن، یه دفعه انگیزت برگرده و دوست داشته باشی دوباره تمرین کنی و بده انگیزه بده که فردا صبح پاشی اون جورابه رو بپوشی بری. و این چیز خیلی ساده ایه که من خودم خیلی این کار انجام میدم. وقتی خسته میشم مثلا از دویدن، میرم واسه خودم یه جوراب جدید میگیرم، میرم یه اکسسوری جدیدی میگیرم که دوباره به هم روحیه بده و انگیزه بده که دوباره پاشم تمرین کنم. چون ربات که نیستی، میدونی هر روز بخوای تمرین کنی خسته میشی، هممون انسانی و از یه جایی به بعد میبری. حالا یکی دوست داره جوراب برای خودش میخره، یکی دوست داره تیشرت میخره، یکی پول داره مثلا چه میدونم شلوارک میخره. باید یه سری کارهای اینجوری بکنی تا به اون هدفهای ورزشی که میخوای در کل برسی و لذت ببری از مسیری که داری. منم یکم دیگه به خونه میرسم، گفتم این نکته رو بهتون بگم. همونجوری که داشتم راه میرفتم داشتم فکر می‌کردم چی باعث میشه که من یه وقتا به خودم انگیزه بدم و پاشم بیام بیرون تمرین کنم و اینا. این یکیشه.
صبح بخیر. ساعت 6:30 صبح 29 جولای. من دارم طبق معمول قهوه‌ام میزنم و یکم روشن بشم و در کنارش نون توست و کره بادوم زمینی گذاشتم. این صبحانه اول امروزه برای انرژی گرفتن. من برم اینا رو بزنم، بیام آپدیت بدنی رو بدم. تو هر آینه‌ای هیکل آدم یه شکله. میام باشگاه دهم میکنم، خیلی بالونه. آجا ما امروز پیاده رویمون تیک بود و هوا به شدت گرمه. خواستم برم مرکز خرید راه برم، به ذهنم رسید ولی حسش نبود که مرکز خرید بخوام برم. یه خودم خونه به زور انداختم بیرون. همه اومدن تو شهر دارم راه میرم تا 3-4 کیلومتر بشه. پیاده رویمون هم تیک بود. یعنی کتاب خوندن و امروز خیلی روز پرماجرایی داشتم. همش درگیر بودم و مشغول کار و کارام بودم، ولی از موقعی که دارم این چالش رو میرم کلا برنامه‌ریزیام خیلی رو روتین افتاده. یعنی هر کاری که میخوام رو انجام میدم، چون رو کاغذ مینویسم و تیک میزنم. خیلی کارام رو روال افتاده. بهتون خیلی پیشنهاد میکنم این قسمت 4 لیتر آبشم بهت بگم اگه ورزشکار باشی یکم ورزش کنی در روز 4 لیتر آب رو قاعدتا باید بخوری. الان که تابستونه 100% همه کس این 4 لیتر آب رو میخورن. الان نمیدونم چرا جزء قوانینش دیده. برای من خیلی کار ایزیه. یه بریم که کتاب رو امروز بخونیم و ببینیم خدا چی هم خدا. انقدر صبح سنگین تمرین کردم که الان گوشی رو گرفتم تو دستان، سرشونم درد گرفتم. من برم آخر پیاده رویم برم و تموم. به این من فکر کنم باید منبعمو عوض کنم. حالا بگو چرا؟ چون که این کتابی که من دارم میخونم یه کتاب آموزشیه و مثل کتاب درسی میمونه و من اینو میذارم آخر شبا شروع میکنم به خوندن و خب کتاب درسی هم تو میخونی حوصله‌ات سر میره، یعنی خوابت میگیره، خسته میشی، چون یه چیز آموزشیه. فکر کنم باید کتاب رو عوض کنم که اصطلاحاً انقدر خسته نشم، چون طبیعی نیست اصلا. دلم نمیخواد انگار کتاب بخونم و هر روز هم انگار بدتر میشه به جای اینکه بهتر بشه. یعنی با کل این چالش با همه چی شوکه هم، ولی این کتاب خوندنه واقعا داره دیوونم میکنه و باید یه فکری به حالش بکنم. فکر کنم که منبعمو باید عوض کنم، یه کتاب یکم فانتر، رمانی، نمیدونم یه چیز اینجوری بخونم. حالا تو اگه کتابی میشناسی و میدونی برام توی کامنت ها بنویس، برام ببینم اینم به وایبم میخوره که بخوام بشینم بخونمش. چون اینو واقعا نمیشه الان این 10 سفرم که خوندم اینجوری هم که فقط میخوام تموم شه و این خب خوب نیست. یکم باید آدم احساس شور و شوق داشته باشه واسه انجام کاری که سر این یه دونه موضوع من واقعا ندارم. برای همین اگه کتابی تو میشناسی برام توی کامنت ها بنویس، برام ببینمش، شاید اون رو شروع کنم بخونم. خلاصه این قسمت روزمونم تیک. خب وقت شام شده و شاممو آماده کردم. من این شام امشبمه. 2 تخم مرغ، ترکیب بوقلمون و مرغ، حالت کبابه، زیرش بلغور و نخود که اینجاست. این نخود اونم بلغوره. من خیلی بلغور حال میکنم. بلغورش که پر از فیبره و خیلی سیر نگهت میداره تا صبح و خب کربوهیدراتش خیلی زیاد نیست. نخودم که باز یه چوسه پروتئین داره و در کل من یه چیزی که تو بدن خودم دیدم، شاید تو هم اگه انجام بدی واسه جالب باشه، اینه که تو وقتی چند تا پروتئین مختلف رو تو غذات میکس میکنی و میخوری خیلی جواب بیشتری میگیری، چون هر کدوم از این پروتئینا یه تایمی واسه حذف شدن دارن. مثلا فکر میکنم اگه اشتباه نکنم تخم مرغ از همه زودتر حذف میشه، بعدش مرغه که در طول شب شروع میکنه حذف شدن و آخرین پروتئینی که اگه اشتباه نکنم حذف بشه نخوده
و بلغور هم که حالا نقش بیشتر سیر کنندگی رو داره و اونقدر هم مثل برنج کربوهیدرات بدی نیست، خیلی کربوهیدرات خوبیه. برای همین من کلا میکسی از پروتئین ها رو سعی میکنم در طول وعدم داشته باشم و مثلا مرغ و گوشت با هم بخورم، مثلا ماهی و مرغ با هم بخورم، یه ترکیب بزنم که پروتئین های مختلف بدنم در کل برسه. خلاصه اینم از شام امشب. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدی، دمتون گرم بابت تمام حمایتاتون. لایک و کامنت و سابسکرایب مثل همیشه یادتون نره. کلی دوستتون دارم و تا ویدیوی بعدی چاکس.